تبریک میگم، تو برای شغل اپراتور شیفت شب ایستگاه تحقیقاتی تارتاگ استخدام شدی. به یکی از ایزوله ترین مکان‌ها روی کره زمین خوش اومدی. وظایف اصلی تو ساده به نظر میرسن: نظارت روی سیستم‌های حیاتی، کنترل خروجی راکتور و وارد کردن گزارش‌های هواشناسی هر 3 ساعت یک بار. اینجا بیشتر وقتا همه چیز آرومه، اما برای اینکه شیفتت همیشه آروم بمونه چند تا قانون هست که باید رعایت کنی. جونت به اینا بستگی داره. قانون اول: اگه از طریق دوربین حرارتی یک منبع گرما شبیه به انسان رو دیدی که نزدیک حصار شرقی ایستاده و به ایستگاه نگاه میکنه، هرگز روش زوم نکن. اون فقط یک نقص فنی سنسوره. اگه دیدی اون نقطه گرما شروع به حرکت به سمت ایستگاه کرد، بلافاصله پروتکل قفل امنیتی سطح 2 رو فعال کن و هرگز تا صبح دوربین‌های اون بخش رو چک نکن. قانون دوم: بین ساعت 2 تا 4 صبح ارتباط ماهواره‌ای ما قطع میشه. اگه توی این بازه زمانی از رادیوی داخلی یک پیام ضبط شده با صدای یکی از اعضای تیم قبلی شنیدی که درخواست کمک میکنه، هرگز بهش جواب نده. اون پیام برای تو نیست. اون فقط یه وایس قدیمیه که توی سیستم گیر کرده. قانون سوم: اگه صدای 3 ضربه کوچک و آهسته رو از دریچه تهویه بالا سرت شنیدی، هرگز بهش اهمیت نده. مهم نیست چقدر ادامه پیدا کنه. اگه صدا قطع شد و بعدش صدای خراشیدن آروم شنیدی، فقط هدفون بذار و صدای موسیقی رو تا آخر زیاد کن. قانون چهارم: اگه چراغ راهروی آزمایشگاه شماره 4 بدون هیچ دلیلی شروع به چشمک زدن کرد، یعنی یکی از محفظه‌های نمونه برداری باز شده، هرگز برای بستنش از اتاق کنترل خارج نشو. فقط سیستم اطفاء حریق و اون بخش رو روشن کن. سر و صدایی که بعدش میشنوی طبیعیه. فقط به کارت ادامه بده. قانون پنجم: این یکی از همه مهمتره. اگه از طریق سیستم تماس داخلی یک تماس ویدیویی از اتاق ژنراتور دریافت کردی و تصویری از خودت رو دیدی که با وحشت به در میکوبه و ازت میخواد در رو براش باز کنی، هرگز، تاکید میکنم هرگز، در اتاق کنترل رو باز نکن. اون تو نیستی. فقط تماس رو قطع کن و فرض کن هیچ اتفاقی نیفتاده. شیفت خوبی داشته باشی و یادت باشه اینجا تنها چیزی که از طوفان بیرون خطرناک‌تره اینه که فراموش کنی واقعا تنهایی.